خوشبختی عادلان و هلاکت شریران. خوشا کسی که به مشورت شریران نمی رود و در طریق خطاکاران نمی ایستد و در مجلس مسخره بازان نمی نشیند. فقط به شریعت خداوند شوق دارد و روز و شب تورات او را می آموزد و مثل درختی خواهد بود که نزد جویهای آب شینانده شده است و میوه خود را در موسمش می دهد و برگش پژمرده نمی شود و هر چی می کند برار خواهد یافت. شریران چنین نیستند بلکه مانند پریکاهند که آن را باد پراکنده می کند. بنابراین شریران در روز بازخواست نخواهند برخاست، خطاکاران نیز در جماعت عادلان، زیرا که خداوند طریق عادلان را می داند ولی راه شریران سوی عدم خواهد بود.